مردم شیراز و کسایی که توی پیاده رو ارم هستن رو به چالش بکشیم. ببین من دارم میمیرم. روز حسابی با اکسم من اینو نمیتونم بخونم. امروز آخرین روز زندگیم بود. من اینو نوشتم. سلام. اگه یادتون باشه توی ویدیو قبلی 13 تا ساب گرفته بودم و 130 متر راه رفتم. الان 17 تا دیگه سابسکرایبر گرفتم و قرار 170 متر راه برم. یعنی به ازای هر سابسکرایبر قراره که 10 متر راه برم. من 170 متر رو در نظر گرفتم که برسم به باغ ارم و یه کار خیلی باحال قراره انجام بدیم. قراره که یه حرکت چالشی و بامزه با هم دیگه انجام بدیم و مردم شیراز و کسایی که توی پیاده رو ارم هستن رو به چالش بکشیم. تا آخر این ویدیو با من همراه باشین و بریم ببینیم چه خبره. Let's go. رسیدیم به 170 متر. رسیدیم به خیابون ارم. خیلی شلوغه و همه مسافرها برای اردیبهشت شیراز اومدن اینجا و حسابی عطر بهار نارنج هم پیچیده تو شهر شیراز و خیلی خوب. بریم پی چالشمون و یه چالش خیلی باحال داریم. تا انتهای این ویدیو ببینین، حال کردین سابسکرایب کنین. سلام به همگی. های های. معرفی بکنم، ماهان. زارا هستم. ساغر هستم. شهسانم. منم که سعید هستم و آپساید داون. دوستان قراره که دونه دونه مسائل رو با هم دیگه بخونیم و تحلیلشون کنیم. امیدوارم که چیزای باحالی از توش در بیاد. بریم اولیشو خانوما به رسم ادب بردارن که کدومتون کوچیک‌ترین؟ خب احساسی بخونه ساغر. خالی بود؟ این نمیخواد همش بزنم. بعدی هم خالی. اول روز حسابی با اکسم من اینو نمیتونم بخونم. چرا بابا من اصلا تو بخون. میخوای بخونی واقعا؟ مگه چیه نوشتن نوشته اول روز حسابی با اکسم سگ کردم، بغلش میکردم، میرفتیم دریا، اونجا هم کردم باش و بعدش تا آخرش تو لحظه تا آخرین لحظه تو بغل مامان بابام میخوابیدم. یعنی ترجیح میده که اول بره کنه، بعد دست طرفو بگیره بره بوشهر مثلا لب ساحل باش کنه، بعد باباشینا تو ماشین پشتی باشن، اونا هم رسیده باشن، بعد بگه اکس من برو، مامان بابا بریم من دارم میمیرم، بعد میخوام وسطتون بخوام اونجا بمیرم. از رو بردار. احتمالاً با خانوادم سر میکردم و با همدیگه زدیم. ترجیحاً هروئین. عالی عالی انتخابش هم کرده. اگر اولین روز زندگیت بود دوست داشتی چی کار کنی و با کی زندگی کنی؟ تو جوابشو اولین روز زندگیت که تو نمیتونی حرف بزنی، نه قدرت تکلم و فکر کردن، شاشت هم نمیتونی کنترل کنی. میگه که من هیچ حرفی برای گفتن ندارم بزنم، برای همین خالیش میذارم. واو. روز آخر زندگیم دوست داشتم کنار مادرم باشم.
دوست داشتم هر کسی رو که دوست دارم خوشحالش کنم. لبخند بزنیم، بعد یه دونه لبخندم دلم میخواد DMT بزنم بعد خودمو بعد تنها باشم. یعنی چی دلم میخواد DMT بزنم بعد خودمو بعد تنها باشم؟ و یه سوال، مگه وقتی میمیری DMT ترشح نمیشه؟ یه سوال اصلا دوست داشته DMT 2 چیه؟ بار DMT بزنه. داره میگه DMT چیه؟ یه ماده‌ایه که قبل از مرگ ترشح. هم که بر کل کل زندگی زندگی میشه. دوستان عزیز اگر نمیدونید Enter the DMT Void چیه میذاشت. فیلم اینتر د وید رو ببینید و اسپر نوئه. آره با DMT آشنا میشید. دوست داشتم امروزم که با عشقم نهار میل کردم مجددا تکرارش میکردم. دکتر پیمان چرا پیجشو گذاشته؟ پسر دکترها هر جایی باشه باید بگن دکترن. آره حتی اینجا. من نمیدونم بیخیال. حتی دست خطش هم مشخص دکتره. امضا زده تاریخ داغونه دست خطش. آقای دکتر از شما توقع نداشتیم. نه یاد یه غروب نارنجی، هوای بهاری و پرنده هایی که با جیک جیکشون غزل خداحافظی میخونن. البته پایان مهم نیست، قراره تموم بشه. هر چقدر بخوای واسه سناریو بنویسی، ولی کاش مامان بابامو ببینم قبلش. منم خیلی دوست دارم. لحظه خداحافظی. میگه با آدمای مهم زندگیم وقت بگذرونم. چی؟ چیز هیجان انگیز دیگه ای به ذهنم نمیره. آخه مرگ دیگه هیجان انگیزتر از مرگ واقعا. به نظرم هر روز باید جوری زندگی کنی انگار آخرین روزه. موافق. اینجوری حسرتات به دلت نمیمونه. سعید یه جوری از ما کار میکشه انگار آخرین روز کاری و زندگیمونه. و شما جوری کار نمی‌کنین که انگار آخرین روز زندگیتونه. فدایی میگه مرگ آرزومه، از اینکه نمیرم میترسم. خب بهش میگفتم چقدر دوستش دارم قبل از اینکه ازدواج کنه. خب شاید ازدواجش همین چند روز آینده است. آخه چقدر با درد اینو نوشته. امضا کرده. بذار عذاب وجدان یعنی که دفتر عقد رو امضا کنی اینجا رو نشان کرد. با پدرم و فقط توی چشاش نگاه میکردم و قربون دستای پینه بستش میرفتم. احتمالا پدرش رو فوت کردم. درود بر همه پدران و روح پدران از دست رفته شد. چرا همه میخوان از اینا بزنن؟ یه آدم منفور رو میکش، بعدش میرم لب ساحل DMT میزنم چشامو میبندم. شما یه آدم منفور میخواستی کیو میکنی؟ مدرسه همون بود وقتی راهنمایی بودیم، بعد نه کاش برده تو دستشویی. هر موقع که من موبایل میبردم مدرسه میرفت منو لو میداد. اگه دیده باشین یه شبی توی آمریکا هست که آزاد میشه و هر کسی هر خلافی که دوست داشته باشه میتونه انجام بده. اگر یه شب تا صبح باشه احتمالاً 15-20 نفر هستن، یه نفرشون هم تو این جمع. الکی گفتم. پشت دوربینه. تو کیو میکنی؟ با احترام به فناش تتلو. تو کیو میکنی؟ نظری ندارم، من همه رو دوست دارم. تو از همه الان خطرناکتری به نظرم. توی قاتل سریالی هستی. همه دار و ندارم رو تقسیم کنم برای کسایی که نیاز دارن، بچهای کار، زنان سرپرست خانوار. روز آخر زندگیم دلم میخواد یه جای ساکت در دل طبیعت، کنار درختهای بلند و سرسبز و با صدای نسیم پرنده ها برم و به جای اینکه کنار کسی باشم به آدمای قشنگ زندگیم فکر کنم و با یاد و خاطرات اونا از این زندگی گذر کنم. نرو ای دوست نرو ای بیا سیا بیا اینجا، سیا بیا اینجا، سیا بیا اینجا. پیش مادرم باشم و با هم بریم شام بیرون. یه بارم که شده اون غذا درست نکنه و تو آشپزخونه نباشه. مادرم دوستت دارم.
چه آدم غیر مناسبی رو برای خوندن این جمله. از جوابی بده. اگه یه نفر بخوای ازش من متنفر باشی اون کیه؟ همون جوابی که شهستان داد. هیتر تتلو داریم چقدر. دوست داشتم از هواپیما بپرم تا اوج هیجان رو تجربه کنم، شاید هم همونجوری خودم رو به کشتن بدم. آفرین. خیلی منطقی و خوبه. روی تخت دراز کشیده باشم، بالا سرم زن و بچه‌م باشن و با دستام آخرین چیزی که حس میکنم پوستشون باشه. یکم وسطای جمله یه جوری بود، میدونی؟ مالیدن میده به نظر. آفرین، میگم وسطای جمله این شکلی حالا تو بود. بچه و زن و بچه‌تون به مالی اتفاق خاصی نمیفته. نه زن تو به مالی اوکی، بچه تو به مالی درست نیست. حتی اگه چیزی هم نباشه بیان کردنش یه جوریه. تنها کسی هم که یه چیز احساسی نمیشه دیسش کرد. بیابان ها فریاد که چه نفایده. بده من. بیابانده فریاد چکن نفاید. کور gözlere سرمه چکن نفایده. معنیش چیه؟ میگه تو بیابون هرچی داد بزنی که فایده نداره. به چشمان کور اگر سرمه بزنی چه فایده؟ کور gözlere سرمه چکن نفایده. امروز آخرین روز زندگیم بود. اگه امروز آخرین روز زندگیم بود دوست داشتم توی جنگل باشم و کنار رفیقایی که قیدمو زدن با 2 نقطه ایموجی. دنیای بدی شده، هر کسی برای خودش. بده بره 6. بده 6. نه خودم رو برم. اگه آخرین روز زندگیم بود دوست داشتم تنها باشم و فکر کنم به تمام حرفایی که نزدم، کارهایی که انجام ندادم، آدمایی که بغل نکردم، لبهایی که نبوسیدم و یادهایی که هیچ وقت نتونستم فراموش کنم و در نهایت تو تاریکی و سکوت خودم رو بغل میکردم و گریه میکردم با تمام وجود برای منی که دیگر وجود نخواهد داشت. ولی لبهایی که نبوسیدم باز بچ بودن. لبهایی چند نفر باشه که دوستش داشته باشه؟ لبهایی شاید بنده خدا چند تا معشوقه داشته. بنده خدا. بچه دیگه لبها رو بوسیدی. من اینو نوشتم. با اون آدمی که برای همیشه رفته یه بار دیگه در ارتباط باشم. و جالبیش اینه که تاریخ فکر کنم کاتشون هم نوشته 8/5/1400. پسر همیشه یه دختر خیلی خوب میبازن تو زندگی. این اصلا مشخص نیست دختره یا پسره. حالا دختری یا پسر، شاید برعکس باشه. من حس میکنم پسر. بهش فکر میکنه چه همچنان. ربطی داره؟ منم فکر میکنم. تو هم دختری؟ با این منطق تو دختری؟ بهش اعتراف میکردم و از ته دل میبوسیدمش. این ته دل شده شبیه نزول. نه؟ و از نزول میبوسیدم. از نزول میبوسیدمش. روز همدیگر ببوسین، بغل کنین. وقتی اون نمیدونه تو دوستش داری بری ببوسیش نمیگرخه. بچه ها داریم از بس کاملا خارج میشیم. ما قرار بود یه ویدیو کاملا احساسی داشته باشیم. همونجوری که میدونید من سعید هستم، آپساید داون، به همراه دوستام قراره که به ازای هر یه سابسکرایبر 10 متر جابجا بشم و تا به الان به خیابان ارم شیراز رسیدم و قراره که بعد از اون هم انقدر بریم جلو که شاید به کشورهای دیگه، به قاره‌های دیگه یا حتی سیاره دیگه برسیم. میخوام یه کاری کنین ما اصلا یه مایی نبینیمش اینجا. باعث افتخارمه و خوشحالیم. بای. من دیگه ارزی ندارم. باشه برای بعدن بچه‌ها سابسکرایب کنین اینجا نمیدونم کجا. ویدیوهای بعدی هم ببینین. نوتیف هم روشن کنین. بای. خداحافظ.